خانواده را نورانی میسازه، افراد و جامعه را نورانی میسازه. از همون خاطر احکام الله متعال که قبلا تیر شده تعلقش به نورانیت است. اگرچه در ظاهر سری مردم سخت تمام میشه، اما در حقیقت یک دم وسیله نور است. اینجا نور چیست؟ یکی از جمله اسمای حسنای الله متعال است. الله نور السماوات، الله نور آسمان ها و زمین است. نور آسمان ها و زمین ایمانا که زمین آسمان تمام مخلوقات و کائنات روشنیش بگوید درخشندگیش از کی است؟ از جانب الله متعال است. کلش نور از الله متعال گرفته. از همون خاطر بعضی مفسرین را منور میگه الله نورانی کننده است تمام آسمان ها و زمین و همه چیزا را، لیکن این پروا نداره. صفت الله متعال است نور. از همون خاطر است از نوری هدایت الله متعال تمام کائنات چی کرده؟ یک حصه گرفته. هر کس دمو روشنی و نوری الله متعال، امو حرکتی که الله برش تعیین کرده، زندگی مناسب و موزونی که الله برش ترسیم کرده، بمو زندگی روان است. هر چیز بری خود یک راه داره. از امو خاطر اینمی کلش اثر نوری کیست؟ الله متعال است. الله نور السماوات، الله نور آسمان ها و زمین است. آل نور دو قسم است، یکی جسمی است یکی معنوی. نور جسمی امی روشنی را که ما و شما میبینیم، این نور جسمی است، آفتاب، مهتاب، اینا این گروپا را میبینیم، این نورای است جسمی. امی نور هم الله متعال داده. نورای معنوی هم است که توسط روان کردن انبیاء علیهم السلام مردم راه های سعادت زندگی و آخرت خدا میشناسه. این هم نوری چی است؟ معنوی است، یا هم از جانب الله متعال است. اردویش آلی میگه مثل نوری کمشکات فیها مصباح. آلی مثال نوری الله، نوری الله در وجود انسان چیست؟ ایمان، روشنی ایمان است. ایمان فطری، ایمان فطری که در اصل پیدایش الله متعال در قلب تو روشنی را انداخته. حالی این را الله بیان میکنه مثالش. چراغ میگه در تاقچه است. چراغ در تاقچه به خاطری که روشنیش چی شود؟ پراگنده نباشد، جمع شود. باز اونمو چراغ در شیشه باشه که شیشه خیلی درخشنده صاف شفاف باشه. باز همو چراغ هم تیلش هم از زیتون باشه. او زیتون هم اینطور درختی است که همیشه دفته است. از او خاطر تیل درخت زیتونی که دفته است بسیار شفاف سفید که گرد و غبار نداره، همون رقم است. از همون خاطر الله متعال میگه این تیل اگر آتش هم نرسه تو گویی که خودش در گرفته، همینطور شفاف است. اگر آتش برش برسه اون در گرفتن. الله متعال تشبیه میده. چی را تشبیه میده؟ ایمانی که در قلب مؤمن است الله متعال تشبیه میده به امرای نور، روشنی. این چراغ است. قلب انسان در سینه انسان، سینه تاقچه است. قلب انسان چیست؟ چراغ است. بله. تیلی که بسیار شفاف است عبارت از قوت ایمان است. امو تصمیم، اراده، باوری که تصدیقی که در قلبت وجود داره، او حیثیت امو تیلی چی را داره؟ زیتون داره. کدام تیل زیتون؟ امو تیل زیتونی که خیلی شفاف است، همیشه دافته و چیسته خورده، خیلی شفاف شده. بله. قلب انسان همیشه چیسته؟ توسط کدورت ها، خرافات و بدعات آلوده نشده، صاف پاک باقی مانده، زیر نظر نور است. آلی اگر چیسته؟ امی تیل درام ندی خودش همونطور شفاف است. اگر در بدی نورون علی نور میشه. بله. در دادن از این عبارت از قرآن وحی آسمانی است. زمانی که قرآن آمد تایید ایمان میکنه، دلایل واضح را برای حقیقت ایمان، برای استحکام ایمان بیان میکنه. این به مسئله چیسته؟ در دادن همون تیل است. آلی دیگه نورون بالای نور میشه. یکی نوری فطری بود، یکی نوری توسطی که درس قرآن خوانده. سابقا مؤمن بوده، موحد بوده، لیکن زمانی که آیات قرآن شنیده ایمانتان مستحکم شد، ایمانتان روشن شد. از همون خاطر است که کسی ترجمه قرآن با وجه درستش بفهمه آرام نمی نشینه، یادم در حرکت میاره. خود دلت ده مردم دلت میده خواه هر رقم که میشه. چرا؟ امیر روشنی تو را وادار میسازه که آرام ننشی. برای ما و شما واضح شد که توحید الله چقدر اهمیت بود و شرک چقدر چیسته بگی خطرناک بود. خیر چطور شده میتونه؟ آیا دلت میخواه که دوست و عزیزت، پدر و مادر و برادرت، اولادت نعوذ بالله در طرف جهنم بره، مرتکب شرک شوه؟ کلا قطعا نه. از همون خاطر است که تو را آرام نمیمانه. حتما دعوت توحید بده. اگر ندادی معلوم شد که از قرآن بهره نگرفتی و نور توحید تو بسیار ضعیف است.
بسیار ضعیف است. این نور تو را دیگه هم قوت میده. از او خاطر خو لیکن این کار هر کس نمیتونه. یهد الله لنوره من یشاء، در نوری خود الله کسی را هدایت میکنه که الله بخواهد. هر کسانی در مجمع بسیار مردم میباشه اما دعوتگر چند تن جور میشه به خاطر ازی که الله برش هدایت نکرده. زمانی که خود دیدی که من در صدد دعوت دین هستم، در نشر اشاعت عقیده توحید الله هستم، بفهمی که الله تو را خوش کرده. در جمله من یشاء میری. بالکل الله چرا این مثال ها را بیان میکنه؟ به خاطر که امر معقول در پیش نظر مردم چی شوه؟ محسوس شوه، قدر و قیمت از او را بدانه. حالی شما بدانه که ایمان چه قیمت داره، در قلب تو ایمان چه حیثیت داره. اگر امو چراغ تیل نداشته باشه، درد نداده باشه، روشنی میده؟ در تاریکی است. پس قلب تو زمانی روشن میشه که ایمان دو روشن شوه و او ایمانی خود تقویت بدی توسط کی؟ در سای قرآن و حدیث. او وقت بازی ایمانی تو یقینا ایمان میشه. الله نور السماوات والارض، الله دهنده نور است، یعنی نوری هدایت میده به آسمان ها به زمین، به کل کائنات، به انسان، به حیوانات، به پرنده ها، به تمامی. مثل نوری، مثال نوری الله متعال یک مانا. مثل نوری، مثال نوری خودی مؤمن، اردوش درست است که مراد از پیشش ایمان است. اگر نور را نسبتش به الله بکنیم، امو هدایتی که الله در قلب انسان انداخته کمشکات به مثل تاقچه است فیا که دو تاقچه مصباح چراغ باشه. المصباح فی زجاجه، امو چراغ امو پلته در چی باشه؟ در شیشه و قندیل شفاف باشه. از زجاجه تو کانها کوکب، امو شیشه نورانی باشه کانها کوکب دوری، تو بگویی که یک ستاره درخشنده است، درخشان است، صاف و پاک. یوقد که افروخته می شود من شجرت مبارکه، از درخت مبارک، یعنی از درخت چیز روغن درخت مبارک در داده میشه. زیتونتین که درخت زیتون است، لا شرقیت ولا غربیه، نه در جانب شرقی است و نه در جانب غربی، بلکه در مابین است. اگر در یک جانب باشه در یک وقت افتو میخورد، دیگه نه. اگر دیگه جانب باشه دیگه وقت افتو میخورد، دیگه وقت نه. این در مابین است که همیشه افتو میخوره. از همون خاطر تیلش خیلی شفاف است. در اینجا اشاره به این میکنه که مسلمانی که ایمان در قلبش است، او هم طرف شرقی و غربی تمایل نداره، یعنی همیشه مستقیم است در مورد دین الله متعال. هیچ نوع کجی و کوری از پیشش نمیشه. خب دیگه یکادو زیتها یوزیو، قریب است که تیل ازی خود روشن شوه، هیچ نافروخته. ولو لم تمسس نار، اگر چی نرسیده باشه به او آتش. نور علی نور، نور است بالای نور. یهدی الله، هدایت میکنه الله، راهنمایی میکنه الله، لنوری، برای نوری خود، من یشاء، کسی را که الله اراده کنه بخواه. و یضرب الله الامثال، الله مثال بیان میکنه، للناس، برای فهم مردم، برای سعادت و نیکبختی مردم. والله بكل شیء علیم، الله به تمام چیزا علم داره. در اینجا چند نکته دیگه هم است. خب آلی چیست تیل زیتونه در اینجا برای ما گفته که شفاف است، این نرم هم است، آلی صاف هم است، نرم هم است و چی است؟ وقتی که پلته برش میزنی خب روشنی هم میده. از اینجا معلوم میشه که تا وقتی که انسان ایمان داره، تا وقتی که پلته زده نشده او روشنی نمیده. پلته زدنش توسط درسای قرآن است. وقتی که پلته برش بزنی آلی دیگه در حرکت میشه. از امو خاطر است که روشنی همینطور کسا وقتی میشه که چیزی پلته زده شوه، یعنی توسط تقویتش توسط تیل زیتون شوه که روشنی خوب بده. تقویت ایمان انسان هم توسط دلایل حق میشه. زمانی که دلایل حق از قرآن و حدیث یاد گرفتی آلی دیگه تو میتونی روشنی تا اضافه بکنی. فی بیوت اذن الله ان ترفع، در خانه هایی که اجازه کرده الله متعال، ان ترفع که بلند کرده شوه قدر و منزلت از و یذکر فی اسمه، یاد کرده شود او خانه ها نام الله متعال. یسبح له فیها بالغدو والآصال، پاکی بیان میکنه خاص برای الله فیها در این خانه ها بالغدو، صبح والآصال بیگا. اینجا الله میگه هدایت میکنه مردم را. در کجا هدایت میکنه؟ جای محل هدایت در خانه های است که الله اجازت داده که او بلند کرده شود. اینا الله متعال هدایت در هر جای بر کس نمیکنه، در سینما نمیکنه،
در بازار نمیکنه، در جایی که محل عبادت الله متعال است، در اونجا یقینا انسان یک کمی سیقل میشه. فضا خیلی تاثیر داره، ماحول و محیط خیلی تاثیر داره. یک انسان در بازار، یک انسان در مسجد. کسی که در مسجد از فکرش به الله خیلی زیاد نزدیک میشه، فکر آخرت دایش میاد، لید در سینما خو نمی باشه. از او خاطر الله محل هدایت خودم بیان میکنه. در اینجا الله اشاره به این میکنه مساجدی که الله اجازت کرده که بلند کرده شود. از امو خاطر است که مسجد محل محترم است. امو طور آدم عادی داخل نمیشه. زمانی که داخل میشی بسیار به ادب و احترام پای راست اول پیش میکنی، بسم الله میگی، دعای دخول مسجد میگی. در مسجد و کاری را انجام میدی که مناسب حال توسته. کاری که مناسب مسجد نیست انجام نمیدی. در مسجد شور شغب نمیکنی، در مسجد دیوانا را نمیاری، در مسجد گمشده را اعلان نمیکنی، در مسجد خرید و فروش نمیکنی. آن چیزی که مناسبت با مسجد نداره او چیزا را نمیکنی، چرا الله متعال مرتبه و مقام ازی را بالا کرده. و یذکر فی اسمه، که نام الله دو یاد کرده شود. از او خاطر نامای دیگه کسی یاد میشه مخالفت و منافات با امری داره. پس کسی که در مساجد نام پیری خود ناتش خوانده رئیس کامل و مکمل است، خراسانی است و چیست بگوی سمنگانی است و قندوزی است و جلال آبادی است، این گپا را یاد میکنه. این خلاف و منافات با امرای ذکر مسجد داره. در مسجد این گپا قطعا نادرست است، چرا که توصیف از وا میشه، از الله نمیشه. و دومیست که و یذکر فی اسمه، نام الله یاد شود، نه نام پیغمبر. یا الله یا محمد دا پالوش یاد کردن قطعا درست نیست. یسبح له فیها بالغدو والآصال، این مساجد که در پاکی الله دایش بیان میشه که صبح و بیگاه اینطور نباشه که موسمی باشه. در رمضان پر می باشه مسجد ها، در دیگه وقتا نیست. در یک وقت مردم است جماعت میخونه، در دیگه وقتا نیست. رجال لا تلهیهم، کدام مردم است در اینجا که پاکی الله را بیان میکنه؟ اشخاصی است لا تلهیهم که غافل نمیسازه، مشغول نمیسازه، یارت تجارت ولا بیع، نه خرید و فروش، عن ذکر الله، از ذکر الله، و اقام الصلات، از برپا داشتن نماز، و ایتای زکات، از دادن زکات. یعنی امور و مسائل زندگی واره از اجرا کردن و تطبیق کردن احکام الهی نمیسازه مشغول، بلکه وقت میده برای اینطور موضوع. این معنا نداره که همیشه در مسجد باش، نه در دکانم باش، در دفترم باش، در سر زمینم باش، لیکن متوجه به ذکر الله متعال باش. زمانی که آذان شنیدی آلی دیگه هر چیزی تبسته کن، آلی ترجیح بدی حکم الله را بالای چی؟ منافع دنیوی و شخصی تا او را باید بگذاری. تو را از ذکر الله قایم کردن نمازی تا زکات مانع نمیسازه. چرا مانع نمیسازه؟ یخافون یوما تتقلب فی القلوب، می ترسه از روزی که تتقلب گردانیده میشه فی درو، یعنی سرچپه میشه، مسترب میشه دلها و الابصار و نظرها. لیجزیهم الله، که پاداش بده الله برشان احسن ما عملوا، بهتر از آن چیزی که در دنیا انجام دادن، و یزیدهم، زیاد بسازه برشان من فضله، از احسان الله متعال. والله یرزق، الله روزی میده من یشاء، کسی را که الله بخواه، بغیر حساب، بدون شمار. یعنی یا زیاد میده که شمار نمیشه، یا در اونجا الله از پیش محاسبه نمیکنه، کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشه. در اینجا الله متعال مدح و کسانی را کردن او مردمی که همیشه پابند اجرای احکام الله متعال است و هیچ نوع کارهای شخصی و معاملات دیگه یارا مانع نمیشه. او صحابه کرام امی مردمی بودن که الله شایدی میده که امی طور مردم بودن که وارا مانع نشد مصروفیت های دنیا از اینکه تطبیق حکم الله را بکنه که اقامت الصلات و ایتای زکات است و ذکر الله است. یعنی الله در یادشان است، هر معامله را که میکنه الله در یادشان است، خلاف نمیکنه. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة، کسانی که انکار میکنه از توحید الله، از نظامی که الله روان کرده، اعمالشان به مثل سراب است. سراب عبارت از اونمو چیزی که یک کسی فکر میکنه از دور که آب است ولی آب نباشه، رگزار باشه همونطور. بقیعة که در یک میدان هموار باشه، یحسبه الظمآن که گمان میکنه آدمی تشنه از دور ماء، او را آب فکر میکنه، چرا که جلس میکنه البته میگه آب است. حتی اذا جاء، تایی که وقتی بیا برش، لم یجده، نمیابه شیئا، هیچ چیزی را، مثل که گمانی بود و چیز موجود نمی باشه. و وجد الله عنده، میابه حکم الله را، فوفا، پوره میده الله حسابه، پاداششه.
والله سریع الحساب، الله زود حساب کننده است. هرگاه که میعاد برسه الله زود محاسبه میکنه. عالی مثال از چی رقم است؟ الله مثال کفار بیان کرده، مثال اعمال کفار. اعمال کفار چی طور است؟ یک آدم از جای دور چیز جلجله که میبینه که بلس میکنه، مثل که نظر میکنه که البته آب است، خیلی تشنه است. زمانی که میره دوجا میرسه که اونجا فقط چیسته بگوی امی سنگریزکا کفته و سرش خورده و او روشنی میده، شغله میده، فکر میکرد که آب است، حالان که آب نیسته. حالی اینجا چطور میشه؟ اعمال کفار امی رقم است. کفار امی طور فکر میکنه که اعمال ما یک چیزی هست، لیکن زمانی که در روز قیامت برسه میفهمه که اعمالشان مکمل برباد است. حالی چی مییابند؟ اونجا پیش الله میروند و الله را مییابند، حکم میشه. الله خو حکم میکنه که هر کس مطابق اعمالش پاداش و جزا میده، هیچ نوع ظلم سرش نمیکنه. چونی کفار تمام عمره در بیراه رفتن، اعمال ناشایسته کردن، حالی دیگه اونمو چیزی خدا پیدا میکنه. پس کفار به مثل امو تشنه است. تشنه که او چیز پیدا نکنه سخت افسوس میکنه، چرا که تشنگی باقی ماند، مسافر هم کرد، تلاش و کوشش هم کرد، هنوز هم در دستش نه آمد. کفار هم همینطور است. اونجا که خیلی ضرورت به سوی اعمال خود داره، اونمو اعمالشان مکمل برشان داده نمیشه از جهت فقدان ایمانشان. از او خاطر اونجا الله دیگه قطعش محاسبه میکنه که چی کارهای غلطی کردن، الله برش عذاب میده. او که ظلمات فی بحر لجی، یا به مثل تاریکی های است اعمال کفار، به مثل همون تاریکی است فی بحر لجی، در یک بحری که خیلی عمیق چقر باشه، یک شاه موجون که می پوشانه امیره، موجون چپه چی؟ امو چپه در بحر، من فوقی موجون بالایش دیگه موج، من فوقی سحاب بالایش ابر، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی ها بعضیش بالای بعضی دیگر را. اذا اخرج یده، زمانی که دست خود دمی طور حالت بکشه، لم یکد قریب نیست یراها که دست خود ببینه. و من لم یجعل الله، کسی را که الله نگشتانده برش نور، فما له من نور، نمی باشه برش نور. کسی که الله برش نگشتانده باشه نور برش نیسته. آلی مثال دیگر را بیان میکنه، دوم مثال، یعنی اعمال کفار به مثل کیسته؟ اونمو تاریکی های است. یک آدم در بحرم رفته، بحرم خیلی چقر، لیکن باز در این بحر آرام نیست، بلکه چپه ها میه، چپه که میه بحر دیگه دو سه چند میشه، بلند میره. از او خاطر تاریکی دیگه هم قوی میشه، خصوصا که سری بحر ابر باشه دیگه تاریکی، شب دیگه تاریکی. خب دمی طور موقع یک انسان دست خود بیرون بکشه، دیده میتونه؟ نمیتونه دیده. پس چطور شده میتونه؟ الله متعال میگه اعمال کفار حیثیت اینمی تاریکی ها را داره. چرا کافر اعمال انجام داده و اینطور فکر میکنه که یک چیزی در دست میآید، لیکن کل عمر در تاریکی تیر کرده. تاریکی، شرک، کفر، عناد، ضد، دشمنی با اسلام، مبارزه یا مقابله و محنت در مقابل اسلام، این کلی از یاره کرده. پس وقتی که یک آدم در این قدر تاریکی ها غرق باشه و کارهای را انجام داده باشه، دست خود دیده میتونه؟ نمیتونه. پس عمل خودم نتیجهش یا خوب دیده نمیتونه، بلکه برعکس اگر یا این نیت داشت که یک چیزی برای ما میشه، هیچ دیده نمیتونه. از همون خاطر اعمال از یا به این رقم است. بعضی مفسرین هر دو عمل با هم تقسیم کرده، بعضی میگه دو مثال برای اعمال کفار است، بعضی میگه نه، و از کفاری است که بالکل منکر هستند. اما اینجا از کفاری است که از اعمال خود یک چیزی تم توقع داشتن و فکر میکردن که الله یک چیزی میده. از او خاطر در بین هر دو مثال فرق است، یعنی فرق خود مردم است که تشبیه داده شده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. در مورد فامیل ها که با هم اختلاط زندگی میکند، همراه ایورزن برادر زندگی میکند و در مهمانی ها همه خویشاوندان با هم اختلاف می نشینند، چیسته پروا نداره، پسری ما نه. اونمو اختلاط ها ولو که میمانی باشه، یک جای باشه، باید به ستر باشه. اینطور خیلی آزادی، خنده، مزاح قطعا نامناسب است، دین او را منع کرده. برادران پشتون زن را که بگیرند و شوهرش فوت کند، از آن خاندان بیرون شدن نمیتونه. بله این کلش اعمال خلاف دستورات الله متعال است، بلکه اختیار به زن است که میشینه میره و
کاری از اوسته و این گپ راستی هم طور است. سر 14 ساله که حافظ قرآن باشه میتونه نماز تراویح پیش آ؟ بالکل. تو 14 ساله میگی، ما 7 ساله را میگیم. وظیفه قاضیگی را چرا مردم یک وظیفه خراب میگویند؟ وظیفه قاضیگی خراب نیست، او خود مسند فیصله حکم الله و رسول الله میشینه، لیکن خراب وقت میشه که او حکم بگذاره باز در دموکراسی، در قانون دموکراسی حکم میکنه یکی و دیگه دلارا و کلدارا گرفته رایست و میگویند که امام ابو حنیفه قبول نکردن. بله جان خود از دست داد، به خاطری که گفت اگر در قضا برم مطابق خواهش پاچا باز احکام انجام میدم گناهگار میشم. جواب این سوال بسیار مهم می باشد. اختلاف های زیاد پیدا شده است. امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله روش و فتوا را از روی قرآن یا حدیث پیامبر برای مسلمانان روشن کرده است و میگویند که هر زمان مثل امام احمد، امام مالک، امام شافعی شاگردان امام ابو حنیفه هستند و امام ابو حنیفه هیچگاه خلاف روش پیامبر عمل و رفتار نکرده است. و شما مولوی صاحب چطور برای پیروان مذهب امام حنیفه واضح میسازید که این روش با روش حضرت مثلا فرق دارد؟ با معذرت بسیار ضروری می باشد. اگر توی دعوا را کرده که نه کلی گپای امام ابو حنیفه موافق حدیث است، این گز میدان. اگر نه که پیش شده نمیتونیم و این را اقرار میکنی که بله بعضی گپا با حدیث پیغمبر در تکر است، باز دیگه گپی مرا قبول میکنی که تو پشت رسول الله میری یا پشت امام ابو حنیفه رحمه الله میری؟ کدام میشه؟ خب این را باید تو حل کنی. اختلاف چرا است؟ اختلاف شما پیدا کردی. یک برادر دکاندار است، برایش مالای دزدی فروخته می شود و همین برادر چیستا میخرد و میفهمه که مال دزدی است. چطور است؟ بالکل نادرست است. مال اگر فهمید که یقینا دزدی است، خریدنش سرش نارواست. چرا که الله متعال میگه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما به گناه و تجاوز معاونت نکنی. یک آدم دزدی کرده مالش خریده رو است، خود دیگه باز میره دزدی میکنه، باز میره دزدی میکنه. دو دزدی هم شریک است. آیا دوست نزدیک که از پول حرام استفاده میکنه و باز برایش میگویی که پولتان که شما استفاده میکنی حرام است و او خفه میشه، آیا رفت آمد با این شخص جایز است؟ بله رفت آمد جایز است، لیکن نانش نخو به خاطری که از پول حرام برات میده تا که بفهمه دیگه بره پشتی حلال.